تا حالا به این فکر کردی هر منطقه از تهران اگه گیر کنی با چقدر میتونی خودتو سیر کنی؟ فاکتور آخر ویدیو گذاشتم، اگه بچه شرق تهرانی ارزون تر سراغ داری بهم خبر بده. سلام. ارزون ترین غذاتون رو میخواستم با یه ماست. ما کوبیده داریم با نون داغ، ارزون ترینمون. خوبه، یه پرس بهم بدین با یه ماست. ممنونم. بفرمایید براتون حاضر میکنم. ارزون ترین غذاشون هم کوبیده است که سیخی 130,000 تومنه. آقا ما اتفاقی اومدیم دیدیم این عمو غلام باعش چه نون داغی میپزه. نون روغنی، اونم داغ و کباب. واقعا سوپر شرق تهرانه. آقا فهمیدن ما ویدیو میگیریم، یه تچین خیلی خفن زعفرانی داغ آوردن برامون. جاتون خالی. کل فاکتور ما با مخلفات و همه چی شد 325,000 تومان. آدرسم تو کپشن هست. اگه بچه تهران پارسی جای ارزون تر پیدا کردی بهم خبر بده.